با نام خداوند بخشاینده و مهربان موضوع امروزی خود را آغاز میکنیم. قرآن تنها دلیل می باشد که از کلام الله خبر داده شده است که انسان را در روز محشر چه انتظار است. ما گناه میکنیم و پروایی نداریم که در آن روز محشر چی ما را به سر می آید. با این عضوهایی که در بدن داریم چی کارهایی را که انجام نمیدهیم. 2 سال پیش من یک چند سخنهایی را پیشنهاد مردم کرده بودم که در آن آمده بود. ما انسان ها از تولد شدن تا به امروز کتابی را نوشته ایستاده ایم که از خوب و بدمان خبر می دهد. خوبی کردیم در آن می نویسیم، بدی کردیم در آن می نویسیم. هر یک کار خوب و بدمان را در آن ثبت کرده ایستاده ایم. یعنی برادران، مقصد من از نامه اعمال بود. موضوع امروزی ما با آن موضوع بسیار مانند می باشد. خدا خواهد با زودی آن را به شما می رسانم. اگر نوارهای ما به شما پسند است، در شبکه ما ابونه شوید، در نوار لایک گذارید و نوار را به دوستانتان فرستید. در سوره نور آیت 24 خداوند می گوید: در روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پایهایشان بر آنها بر آنچه می کردند گواهی می دهد. این از زبان خداوند به ما آمده رسیده است، اما بعضی انسان ها به این شک داشتند، به روز قیامت شک داشتند و این تحقیقات عالمان جواب همه آن شکاکان است. عالمان بعد گذراندن چندین جستجوی دنکوی از حجره انسان بر این نتیجه رسیدند که حجره انسان معلومات یا انفرماسیا را میتواند در خود ثبت کند. تکنیکای نو به متخصصان امکان داد که میتوانند آگاه باشند که معلومات در حجره انسان حتی در مولکولای آب ثبت می شود. یعنی امروز اطلاعات در هر یک ارگانیسم ثبت می شود. خداوند امکان داده است که معلومات در حجره هر یک انسان ثبت شود و این است دلیل آن سخنها که خداوند فرموده است: در روز قیامت هر یک عضو بدن انسان برای او شهادت می دهد. خیر برادران، تا نوارهای نوبتی خدا یار و مددگارتان.